چطور نتونستی دستگیرش کنی؟ این آهو فرار کرد. پس باید خیلی کار کشته باشه. همونطور که فرمودید شاکر آمدم خدمتتون. پرونده است قربان. آروم باشید، آروم باشید. شما بفرمایید. خواهش میکنم آروم باشید. شما بفرمایید بشین. چه فرمایشی دارین؟ جناب سرهنگ، در گاز صندوق منو باز کردن. 10,000 تومان اسکناس توش بوده نبردم. به اندازه 50,000 تومان جواهر که توی یک جعبه خاتم بوده نبردم. پس چی بردن آقا؟ همون جعبه خاتم که یادگار مرحوم پدرم بوده بردن. همین؟ بله. خب شما بفرمایید. دندونری هم رو دزدیدن. این دفعه یه سومه که دندونری منو میدوزن. ساکت شما بفرمایید خانم چی شده؟ این آقا پسر عاشق دختر من شده. با لباسای زنونه اومده تو خونه من کلفتی. اینها هم کلاگیسش آقا. دزدرم که خودت دیدی. ضمن گزارش ترفیعم حاضره اما رد نمی‌کنم. فهمیدی که چرا؟ بله قربان، خاطر جمع باشین. تا حالا هیچ دوستی از دست من در نرفته. ضمن من می‌خواستم خواهش کنم یه روز به مرخصی بدین که بتونم اسباب کشی کنم. مگه میخوای منزل عوض کنی؟ بسیار خوب، ولی حواست جمع باشی که باید این دزد رو پیدا کنی. چشم. پیداش میکنم. بده به من این سینه بندش رو برداشی ورد پریده. از کجا برداشی رو؟ این پدر سگ صاحب بنداز دور. همینم باقی مونده بود که سگ بیارین تو خونه و همه زندگی ما نجس کنی. خب مال آبجیمه دیگه. آره تو ببینی مال آبجیته. ای مال آبجیت بیشتر چیکار میکنه؟ بابا من آبجیت کنی میگرفته خودت کمی سگ نجس هم آوردی تو خونه؟ بابا من میخوای بهش شیرینی بدی؟ دستگلودار داره میمیره. بیا
بیا بابا جون بخور. مرسی. بخور که مثل من بشی. میگم داره خفه میشه، میخوای بکشیش؟ بذار بخوره اگر نخوره براش عقده میشه. بیا بالاخره مثل خودت مرض شبگردی میگیره و شب تو خواب راه میفته. بیا بلوم جون بخور. خوشمزه دمش داره. ببینم مملی. بله. باز به گنج من دستبرد دادی. بیا اینجا ببینم. گوشو چند در گنجتو واکو ببینم. کلیدش بشم نیست. نه خیر. من الان پیداش میکنم. من که میگمش بابا، دروغ که نمیگم. پس این چیه؟ این کلیده. کلیده. آخ. اینو دیگه واسه چی برداشتی؟ خجالت میکشم بگم. آخه بچه تو دهنت بوی شیر میده. پدر تو هم هنوز خیال میکنی من بچم 28 سالمه. بیا بگی بست تو گنجت. ممنونم پدر، ممنونم. گریه نکن جونم، من خیالم کردم تو هنوز بچه ای. آخه چه اندامی داره. بابا پول بده، میخوام یه خودکار بخرم. چه خبرته؟ همین دیروز واسه خودکار گرفتم. گذاشته بودم تو تاقچه، حالا میبینم نیست. همش تقصیر این مملیه که به اسباب کار من دست دراز میکنه. مملی هیچ وقت از این کارا نمیکنه، میدونی که این کار بد. بیا هر روز کتابچه، مداد، کرایه ماشین، پول استویسی، معلوم نیست این درس خوندن تو کی تموم میشه. نه ترس، آخرش تموم میشه. به آرزوت میرسی، شوهرش میدی. معلومه اگه افلاطون هم باشه آخرش باید شوهر کنه، پس هر چی زودتر بهتر. حالا من که زود شوهر کردم چه تاجی به سرم زدم؟ یه عمر دارم کلفتی شماها رو میکنم. ما که چیزی نشدیم، لااقل بذارین دختره یه چیزی بشه. بله پولش که کیسه تو نمیره، من باید جون بکنم تازه آیا خانم یه چیزی بشه آیا نشه. شوهرشم بخوای بدی باید جون بکنی جهازش قصه نداره، اینقدر مال حلال تو این گنجم انبار کردم که بتونم جهازش رو جور کنم. حالا کی خواسته شوهر کنی که شماها دارین با همدیگه یکی به دو میکنین؟ من حالا باید درسمو بخونم. از شما خیلی متشکرم که پول کتابچه و خودکار بهم دادین. این که دیگه اینقدر منت نداره. خودکار چه رنگی میخوای بخری؟ آبی مثل همون که داشتم. رد کن بیاد ببینم. چی رد کنه؟ پول رد کن تا خودکار بهت بدم. به پول بدی یا جون میکنی؟ یاد من بده به من. بیا مواظب باش یه گمش نکنی ها. مرسی. مثل یه خودکار خودمه. آره تو ببینی هر چی خودکار توی خونش مال توه. آهای پس توی میخوای بری به کار کاسبی برسی. ماشاءالله خان در دکون هست به کارا میرسه. آره تو بمیری ماشاءالله به کارت میرسه. آج بابا عاقبت خوب شد. ممالی؟ الحمدلله کسی نده. بایستا ببینم از راحت خریده. از قلمای خواهرت میشه کار تو. آره چه کار توه؟ یه بگیر. تخم و ترکه باباش دیگه از حالا شروع کردن این بچه بی. واسه چی میزنی؟ چرا کار بگیره پس؟ یه بچه من خجلت نیست. بابای بیچاره منم همینطوری از نمش کتاج خود که مرض روحی پیدا کرد. آره تو بمیری آتیش رو دستت میزنم که دیگه غلط بکنی از این کاره منو میدوزی. پدر پدر یارت سلام. سلام 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 خورشید خانوم جان، سلامت باشی کبک خرامات، باشم تی خد قربان، باشم تی چوم قربان، تکان نده برر سرت نشنبان. سلام. سلام علیکم خورشید خانوم جون، تربچند نقلیه و نعنا و ترخون، پیازچه جعفری شاهی و ریحون، دل رفته و عقلم شده حیرون. ای وای اومد خورشید تابور، عناب لبش کرده دلم خون. سلام میرزا قلم دون. سلام علیک دوای دردمندون، فلفل نمکی نمکی نمکدون، قندون پر از قند نکن همچین و همچون.
سینه یارون هرچی میل داری بد تو فراوون خدا برکت بده دنبال تو قربون. سلام. سلام قند و اصل هلوی خراسون سارنکی یه تومن مفتی چه ارزون شکر میریزه از دو لباتون سر تا پاتون من یک تنه قربون. بیجی بینم من چند دفعه بهت بگم اینجوری تو مرانه رو تو بگی ها. رومو گرفته بودم داداش با زیر چادرم چادر از سرم چه آبرو ماشا نخوان تو که نمیدونی من از دست این دختر چی دارم میکشم. کاش که اجاق ننم کور میشده این خواهر یه دونه رو واسه من نمیذاشت که نمیذاشت. حالا کلمات برفش خوب نیست تو محل چه را بیفته. تو محل دیگه چی را بیفته گندش در برده. هرچی بهش میگم یا بیرون نیا یا اگه میای رو تو قرص بگی مگه به خرجش میره. تو محل با همه مردا داره سلام علیک میکنه. گولشم اگه من به کسی سلام کنم اونا سلام میکنن خب منم مجبورم جواب سلامشونو بدم دیگه. میدونم این نره خراباست کی به تو سلام میکنن. چرا به من که داشه بزرگت هستم سلام نمیکنن؟ میگه سلام لور بی تمنیست. عباس آقا راست میگه خیرت میخواد دختر جون. یه دفعه دیگه جواب سلام این مردا رو بدی اینجا خون را میندازم به عرض تعفف. سلام عباس آقا چیه چه خبره تو؟ عتق جون قربون دهنت برم تو بی خود نصیحتش کن. شاید از موی سفید تو خجالت بکشی. موضوع از چه قراره؟ هی بهش میگم علی محل بله نسبت شما بی معرفتن. وقتی اینجوری رد میشی رو تو محکم بگی تو رو خدا بد میگن شما حالیش کن. این حقیقته. تو دخالت نکن عباس آقا صبر کن من الان حالیش میکنم. بیجی خورشید قربون دهنت بیا اینجا جانم ببین خورشید خانم آفرین این دختر خود من میمونی. احسن. من همینطور که دخترم و دوست دارم تو رو ببینی عباس آقا وقتی میگی رو تو بگی حق داره دیگه. چادرتو اینجا چرا همچی میکنی؟ دارم چیزتو بگیرم دارم رو تو بگیرم. آره بذار بگیره محکم بگیر. یادش بده چه جوری رو میگیرم. چه آدم نازنینیه این آتاقی. داره رو گرفتن یادش میده. میدونی من تو عمرم همچی آدم چشم و دل پاکی ندیدم. من جایی که بودم میسپردم دستشو میرفتم میخوابیدم. خب منم میدونم آبجیمو دست کی بسپارم قربونت برم. داداش سلام چاکرم قربون. اسباب کشی تموم نشد. فقط یه خورده ترک فرک مونده که باید بیاریم. انا عباس آقا با وانت براتون میاره. خیلی متشکرم. بفرمین یه چایی بکنید. نه باید برم کار دارم. هنوز اسبابامون وسط اتاق مونده. از طرفی هم یه مأموریت قبول کردم که همش حواسم پی اونه. اومدن کلید کنچه ها رو بگیرم. برای تغییری پیدا کن کلیدها رو بیاریم. آتاقی جان لطفا میرید اون گنجه رو مشکلی لطف بفرمایید. برادر که بد خواهر رو نمیخواد. عباس آقا وقتی شما رو بیسپاره دست من میدونه که من یه کاری میکنم. نوت نفت اون بیانه. بیا جانم دست درد نکنه مزاحم نمیشه. جوون مرد پیر بفرما سرکار جون اگه اتفاقا با ما کاری داشتین خونمون تا این کوچه بغلیه یه در آبی چاکرت اونجا میشینه. قربونتون حتما سراغت میام. سلامت. این رو تو بگیر رو خورشید خانم باید محکم گرفت. فرقی نمیکنه مگه من نامحرم نیستم جانم. برو بابا اون نطق بیانه تو بدم زنده خیلی محکم بیشتر داشتم همه رو میسپردم دست تو. تو روحانی هستی مقدس. عباس آقا جون این خواهرتو باید شوهرش بدی. آجاقی بیشون فرشگی کرده اینه بشی گفت بابا. یا کردی کبابم از کجا برم شوهرگیر بیارم قربونت برم. پارسالی که از این بچهای بی معرفت اومد باز خواستگاری خورشید ما خوشحال شدیم گفتیم خواهرمون سر و سامون گرفت. 6 ماه آزگار به اسم نومزد اومد تو خونه ما با خورشید خلوت کرد خواهرمون رو بدنام کرد آخرش هم زد زیرش و فلنگو بسته رفت. خب تقصیر خودته جانم. چی بگم مگه هر کسی از راه رسید با دست خواهرتو بذاره تو دسته؟ مثلا همین خود من از کجا میدونی اون پشت خواهرتو نصیحت میکردم یا خدایی نکرده سوء استفاده میکردم. اختیار دارین آتقی یعنی ما دیگه شما رو نمیشناسیم. ما میدونیم آبجیمون دست کی بسپاریم قربون اون پیشونی نورانی ترام. یه ماش بسته. چشم سیبیلا فرو رفت میدونم. لا اله الا الله باز یکی دیگه جا مونده. آتقی قربونتم بپرین کلیدو بده در خونه. من الان برمیگردم. برو. خورشید خانم جان. بله بلد تو این جان. بله شما بی مرفت دوستم میداری؟ هم فردا بیام به خواستگاری. بگه حرف میزنی جرأت نداری. عزیز تو سر نداری. بگم چرا نمیاد چرا نمیام؟ ارزه نداری. چه گفتی؟ گفتم بی ارزه‌ای ارزه نداری. خبر از غلطماغی هم نداری.
عتقی جان بیا بریم. کجا؟ همین الان میخوام برم خواستگاری خورشید خانم جان. من برای چی بیام؟ آخه تنهایی واهمه دارم. یه دفعه رفتم برای یکی دیگه خواستگاری بکنم، از برادرش کشیده خوردم. وای به حال اینکه برای خودم بخوام خواستگاری بکنم. اتفاقا به موقع داری میری. چطور؟ عباس آقا الان تو مغازه ما در به در دنبال یکی میگرده که دست خواهرشو بذار دستش. پس نه نه جونو من از خودت شخصیت نشون بده. منم نکن. هر مرد چه صابونایی نیم. حواسم پرت این دزد است. باز برداشتی این درجه رو دوختی رو لباسم. چند دفعه بهت بگم که من استوار دومم باید یکی باشه. تو که گفتی ترفی تو دادن. نه بابا جان، جناب سرهنگ پیشنهاد کرده تا من اون دزد رو پیدا نکنم و تحویل ندم از ترفی خبری نیست. اما عجب میدوی دنبالم آسمان سمه. اگه من بیرام میدونم با اون باتون چه بلای سرم میاد. بابا کدوم باتوم؟ استوار که باتوم آویزون نمی کنه. چرا آویزون نمی کنه؟ مگه تو از پاسبانای دیگه کمتری؟ بده به من، تو برو به خیاطیت برس. خیلی خوب بیا برو در واز کن. من با این ریخ برم در رو وا کنم، تو چرا نمیری زن؟ برو ببین کیه. من دستم بند کار دارم، خودت برو. لجبازی نکن، من با این ریخ بعد برم دم در. لا اله. کیه؟ کلید دولابچه رو آوردم. کلید دولابچه رو آوردی، برو بکی. الله میزنم وقتی لج میکنن دیگه تمومی بردار نیست. یک کلیدتون جا مونده خانم. بده به من. بفرمایید. متشکرم. اما مواظب باشید گم و گور نشه، این محل اعتبار نداره. چطور یه مگه؟ وقت کامیون میارن اساستون رو جمع میکنن میبرن. اساسی ما رو نمیتونم ببرم، ما خودمون یه پا دوز بگیرم. خب دوز بگیرم که باشین هر دوزی رو که نمیتونین بگیرین. آره بالاخره این تابلوی خیاطی منو میکوبی یا نه؟ نه تماس نداری، خلافه. خلاف باشه، جرمش با خودمه. من کار خلاف قانون نمی کنم. بده به پسرت مسعود بکن. چه کسی مسعود کتابای خودش اینجا ریخته هنوز وقت نکرده مرتب کنه. الهی مادر به قربونت بره پسرم. کی میشه دومات بشی زن بگیری برام یه نوه درست کنی؟ اینقدر به فکر زن گرفتم برای این بچه نباش. مسعود حالا باید درس بخونه. این پوتینایی که تازه خریدم کو؟ بله؟ مسعود سب کن کارت دارم. چند دقیقه وقت تو به من خیلی معذرت میخوام. من میدونم برای چه عجله داری، اما کار منم مهمه، یعنی برای تو مهمه. بابا از کار ویزیتوری تو خیلی راضیه. خب دو تا بورس انگلستان برای تابستون هست. اگه بخوای میتونیم با هم دیگه بریم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم از من نرنج، خیلی کار دارم. بیشور احمق. خیلی منتظر شدی عزیزم؟ آره تقریبا یک سال. تقریبا یک سال؟ یعنی چی تقریبا یک سال؟ وقتی منتظر تو هستم هر دقیقهش به اندازه یک ماه به نظر میاد. انتظار امروز 12 دقیقه طول کشید، پس میشه یک سال. بچه ها دارن به ما نگاه میکنن. سلام بچه ها، سلام. بچه ها چه سهله، اگه بزرگان به ما نگاه کنن برای من مهم نیست. مهم اینه که ما همدیگه رو دوست داریم. هر چی دلش میخواد بگه، هر چی میخوان بگن. خب مگه چیزی پشت سر ما گفتن؟ نه، چه فایده داره حرفای دیگران رو تکرار کنیم؟ این داره فراموش کنیم. مسعود بله. بیا بالا برسونم. مرسی. مرسی آره یا مرسی نه؟ مرسی نه. اگه بخواین دوتاییتونو میبرم. نه مزاحم نمیشیم. خیلی متشکرم. این دختره مثل اینکه خیلی پاپی تو میشه. کی ژیلا؟ آره خیلی هم سمجه. تو چرا به یه همچین دختر سمجی رو میدی؟ من رو نمیدم، میدونین، اما با خشونتم نمیخوام باهاش رفتار کنم. چرا؟ برای اینکه دختر رئیس کارخونته؟ من اگه جای تو بودم فوری از این کار استعفا میدادم. تو که میدونی عزیزم این کار ویزیتوری رو ژیلا برام پیدا کرده. خودم هم تو فکرش هستم، اما اول باید یک کار دیگه پیدا کنم. پیدا کرد؟ نمیدونم، همین جا بود. پیش رفت طرف خونه. خونش اونجاست. سلام بابا. سلام. خونه میری؟ بیا این نون رو ببر خونه، من هم یه رو برگردم. کجا میری؟ برو الان میام.
نگاه نکن برو. چطوری اومدی تو؟ کیه؟ وا کنه. صدای غریبه؟ من میرم تو اتاق کسی سراغ منو گرفت شطور دیدی؟ خیلی خوب باشی. کیه؟ منم خانم وا کنه. سلام. سلام. خونه عباس آقا اینجاست خانم. چطور مگه طوری شده؟ نه یه خورده خرت و پرت داریم. میخواستم با 3 چرخش بیاره. هنوز نیامده سر کاره. همه حالا باید پیداش بشه. بفرمایید تو. نه خانم من سر کوچه منتظرش میشم تا بیاد. خیلی هر متشکرم. طور میل برم کنید خداحافظ. خداحافظ شما. آی تقیاهو بیا بیرون به خیر گذشت. کی بود؟ یه پاسبان بود. پاسبان؟ چی کار داشت؟ با داداشم کار داشت. چرا نمیای بیرون؟ الان داداشم میاد. دل اوخیش وای سلام عرض کردم علیکم سلام. قربانت. بیا برو دیگه یه وقت آقا داداشم سر شونه میرسه. بزنم چشم میرم جونم، اما اول بذار قربون تو برم بعد میرم جیجا. خاک به سرم داداشم اومد الان خونه میاد. اگه اومد تو اتاق چی؟ برو تو صندوق برو یه جا قایم شو. صندوق من میشه قایم شد. این خرت پرتا رو کجا میریزم؟ خدایا به فریادم برس. الهی به امید تو داد بیدار. کیه؟ منم حسین خوشدست گیلانی. سلام عرض میکنم. دومندش این اتکلن با دستای خودم درست کردم که تقدیم شما بکنم. سومندش آمدم ببینم عباسا کی سر حالگه خستگاری را بیندازی. نجانشون جونی شما نمیتونم. من باید بیرم کار دارم. قربونت برم. بیا. خاک به سرم شد داداشم اومد. بابا بده بیام تو از اون برو من دیگه پسر من داره میره. از این مگه نمیبینی عباسا داره میاد با اون سرم میاد منم میاد. خورشید جان قربان تو برم مگه چاقو ماقو اینجا تو آشپزخانه دم دست بیزار کنات بلای سر من نیاد. برو تو اتاق قایم شو. کجا میبری ناکام میزن بیدار که در نیست. برو این تو بچه آدمی هستی. بسیاری در باز میزن هواکش داشته باشه. برو اینقدر حرف نزن. آخه برای همین برو ما آدمم. چیکار کنم؟ اوی کیه؟ چادرتونه نسرت با نامحرمم. بفرما. یا الله. بفرما. سمر آتیش کن سلام. بفرما. خواهش میکنم. خدا بیچاره شد. یه دونه نوکر بدون وقت این حرفا نیست. من فقط نیم ساعت وقت دارم. اختیار داریم. بفرما. خود صندلی داشتیم همسایه گرفتم بیشیم صندوق. خود صندوق آتیش کن. تازه اومدم سنور ببرم. نه خانم جون لازم نیست. اون جعبه گز رو کجا گشتی تو کموده؟ نه شما زحمت نکشین داداش من خودم در این میرم. کارد با چی دست گرفتی آخه دست میبری؟ اونقدر کنده که سر ما سال بدم تیزش کنم. کاردام دیگه به سابق تیزی. همه چی تقلبی شده. قربون همون زامندارای سابق. بفرمایید سرکار جان شیرین کنید. دست شما درد نکنم. این چای شیرین نون. چه خرتی محیطن آدم سیخ میشه. جوونی کجایی که یادت بخیر. اما حالا خب یه خورده ازم خدای از جلالم جلال میگن نفس بکش. عباس آقا بریم. نده دیر شده. گزتو بزن میرم قربونت برم. اینقدر حواسم پی کارم میکن اعصابم خورد شده. بسته نخو. یه دقیقه بسید میرم خالی میکنم. نه مقصودم اون خرت پرتا نیست. یه دوز فراری دارم که قول دادم پیداش کنم. واسه اینه که عجله داره. سرکا جون اگر دست ما کاری ساخته است در خدمت گذاری حاضری ما. نه این کار هیچکی نیست جز خودم. دوزای زبله. میدونی چیه؟ به مرگ تو اون یارو دوزه درست مثل جن میمونه. هر جا میرم خیال میکنم 2 قدم یه من قایم شد. لابد الان فکر میکنی که مثلا رفته تو صندوق. خدا از این جن برمیاد.
الان اگه یکی به من بگه توی صندوق قایم شده من باور میکنم. بابا اگه شک داری پاشو نگاه کن. سرکاری شوخی کردن تا هم باور کردید. بریم ولی این نشد سرکاری. باید یه دفعه اینجا حسابی بهت گرز بدم. باشه چشم. اونه کله. خداحافظ. باز در اینجا قفله که بده من. عباس آقا چرا همچی میکنی؟ کمد شکستی در بده من کلیدش بده. نمیدونم کجا گذاشتم. من آخه چرا قفله کردی؟ این چیه؟ نفهمیدم. عباس آقا شورشو داره بودی دیگه. این گبر بده یه جایی میذارم. چرا کمد آب میده بیرون؟ کمد تکون دادی که شیش برگشت همه بنابر خدا. نه قربان برم اشکال نمی حبس آقا. اومدم سرکار جون اومدم. همیشه کلیدشو گم میکنه. من نگم کلید مفتی و گم. بیا بریم دیگه. اومدم سرکار جون. داد رفت کن دستور شام بدم الان میاد. خورشید کجایی؟ گوش کن شامی درست کن. پیدا شد. قربون بانتم برم الهی. خیلی خوب آقایون متفرق شد. عالی شد. الله اکبر. کی میشه دومات بشین؟ الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. قربون اونقدر بالا برم. دومادشو ببینم دیگه هیچ آرزویی ندارم. الله اکبر. الله اکبر. باید براش زن بگیریم. الله اکبر. الله بالاخره میگیرم. من الان تو همین فکر بودم. باید چجوری بگیریم که خود مسعود رضایت بده. چه پارت میگی زن؟ که رضایت بده بگیرنش؟ اون درست مثل شکار میمونه. شکار در میره و شکارچی هم تعقیبش میکنه.
انقدر دنبالش میکنن تا بالاخره غافلگیرش کنه و قلاده رو بندازه گردن. قلاده مال قدیم بود، حالا دیگه کوچیکترا زیر بار زیر بزرگترا نمیرن، باید با میل خودشون ازدواج کنن. ازدواج چیه؟ باز پرت گفتی؟ چی رو پرت گفتی؟ هر کی من میگم میگه پرت گفتی. آخه من یه ساعت با تو راجع به چیز دیگه حرف میزنم، تو یه دفعه میگی ازدواج. ایوا، پس سالا داشتی راجع به چی حرف میزدی؟ مگه تو نگفتی براش زن میگیرم؟ برای کی زن میگیرم؟ برای مسعود. بابا خدا پدرتو بیامرزه، من تو چه فکریم؟ تو چه فکری هستی؟ مسعود زنو میخواد چیکار؟ چرا نمیخواد؟ مگه مسعود آدم نیست؟ چرا میخواد پرتا پلا میگی زن؟ مسعود حالا باید درسشو بخونه. باز چی شده؟ چه خبره بابا اینقدر هی مسعود تو اصلا انگار که پدر این بچه هیچ آرزو نداری که مسعود و دوماده. من آرزو دارم مسعود اول دکتر بشه بعد دوماد بشه. بس کنین دیگه. اگه همین جوونا که دوماد میشن اول دکترن. حالا کی خواسته زن بگیری که شما دارین به مادرت بگو. مادر جان چند دفعه بهت بگم من زن نمیخوام. نه خب درک برده چون ترکی میدم بردم. حالا چرا گریه میکنه؟ خب مثلا هیچی نداره. میترسم بمیرم این آرزو بدرم بمونه. مسعود جون تو هر کسی رو بخوایی من برات میرم خواستگاری میکنم، تو فقط اجازه بده بقیه کاراش با خودم. ها میخوایی فردا برم برات خواستگاری؟ خیلی خوب هر کاری دلت میخواد بکن. الهی مادر به قربونت بره، همین فردا برات پیدا میکنم یه عروس خوشگل و مامانی. آدم نمیریم از اونجا. نظر صورتی میخوام. الان میرم خدمتتون. شما چه فرمایشی دیدین؟ ببخشید میخوام دکمه منگنه کنم. باجتون بفرمایید. مامان یه رنگی بگیر که به پارچه دامنی من بیاد. تو که هنوز دامنتو ندوختی. خب میدوزم چه فرقی میکنه؟ آخه خیاطیش دور وقت نمیکنم برم. چی خانم جون من خیاط خود دارم، اگه بخواین براتون میدوزم. ایوه قیافه شما چقدر به نظرم آشنا میاد. کجا همدیگر رو دیدین؟ اتفاقا شما به نظر من آشنایین. شما کدوم مدرسه بودین؟ والا موقع که من مدرسه میرفتم مشهد بودم. اتفاقا منم مشهد بودم، مدرسه سعادت میرفتم. شما اعظم ملوکی نیست؟ چرا؟ خب منم ملوک اعظمی هم. شما یادت سر اسم ما بچه ها چقدر مسخرگی میکردن؟ ملوک اعظمی به این گندگی اعظم ملوکی الله اکبر. خب چطور این طرف ها اومدیم؟ ما تازه اومدیم توی محل نشستیم. ولی ما 5-6 سال توی این محل میشیم. دست شما درد نکنه. ببین رنگش خوبه مادر جون. خب بچه چی داری؟ آره ماما رنگش خیلی قشنگه. خیلی خوب. این خانم دخترتی؟ بله. سلام. ماشاءالله چقدر قشنگه. عروس من میشی؟ چقدر خجالتی هم هست. معذرت میخوام مامان من دیرم شده باید برم. خیلی خوب میخوای بری برو به سلامت مادر. آخه تو دانشگاه درس میخونه. خدافظ. خانم مرحمت شما. به سلامت جونم. منم یه پسر دارم پزشکی میخونه، توی فامیل از حالا همه بهش میگن آقای دکتر. آرزو دارم که زنش بدم انشالله. خودش تا حالا رضایت نمیداد اما دیشب آقا موافقت کردن. آقا این دکمه من چی شد؟ الان حاضر میشه خانم. بچه‌های امروزی همه همینطورن. دختر منم هر خواستگاری میاد رد میکنه. پسر من اگه ببینه غیر ممکنه رد کنه. آتشتو بده. خیابون کاج کوچه مندل بویز. متشکرم. آقا چقدر میشه؟ نوار ما چقدر؟ 5 تومن خانم. بله مرسی آقا. دخترت خیلی ملوسه. ممنونم. همون عروسی که من عقبش میگشتم. پس یا در خانه و تو گری جهان میگردی. قرارمون سر ساعت 7 جلوی شرکت. خوبه؟ کدوم سینما میری؟ میریم یه جا شام میخوریم، بعد از شام یه شیرینی، بعدم مراسم تقدیم هدیه. هدیه برای چی؟ آخه تو 20 سال پیش در چنین روزی متولد شدی مگه نیست؟ ببینم. نه بعد از شام. فکر میکنم تو این دنیا تو تنها کسی هستی که روزت من یادته. آخه پدر و مادر پدری به این چیزا نداره. ما هیچ وقت جشن تولد نمیگیریم. پدر و مادر منم همینطورم، اما من عقیده دارم پدر و مادرم مثل دوره خودشون فکر میکنم. مثلا مادرم دیشب اصرار میکرد که من زن بگیرم، اینقدر عجله داشتیم رو همین فردا میرم خواستگاری. چیکار میکنی؟ مگه نمیخوان برات برن خواستگاری؟ نقشه خونه آینده‌تون رو میکشن. نقشه خونه آینده‌مون
خیلی خوب، نقشه خونه آیندمون. خیلی خوب، حالا ادامه بده. اتاق پذیرایی، آشپزخونه، روشویی، اینم در ورودی. این خونه به درد نمیخوره. چرا؟ آخه اتاق خواب نداره. پر رو. خیلی خوب، اینم اتاق خواب. صبر کن ببینم. اینم اتاق خواب بچه ها. چی؟ دیرت شده؟ آره، ساعت 5 باید کارخونه باشم. میخوام مساعده بگیرم و ایلا صندوق رو میبندم. حالا که خیلی مونده مسعود. اتاق. خیلی خوب، دوتا. ولی تو باید بدونی که من بچه خیلی دوست دارم. خیلی خوب، چون خیلی دوست داری 3 تا. یک دیسکولا به تو، 2 تا کاکل زری. خیلی عالی. دیرم شده منید. خب من دیگه باید برم. میترسم صندوق داره بذاره و برو بی پول بمونم. این روزا خیلی بی پولمونه، خیلی. من دوست ندارم وقتی تو با من هستی 20 ساعت نگاه کنی. منم دوست ندارم، اما اون آقا که حقوق میده خیلی دوست داره. مانی جون دیگه باید برم. تا به اتوبوس برسم 1 ربع تمام طول میکشه. خب خدافظ. خب با تاکسی برو. فرق نمیکنه. زود بیا یا اونم 1 ساعت میکشه. فعلا خدافظ. ساعت 7:30 جلوی دم در شرکت. دعوتت کنم بیا بالا. متشکرم، ولی من امشب سخت گرفتارم. حالا بیا بالا. راستش میخوام برم شرکت، خیلی دیر شده. خیلی خوب، بیا بالا میرسونمت. متشکرم. خواهش میکنم. خواهش کنم قولتو پس بگی. نمیتونم. نمیفهمم. چرا نمیتونی؟ من به بابا گفتم که امشب تو حتما میام. من امروز همه چیزی برای پدرت روشن میکنم. تو چرا پدرت فریب میدی؟ بالاخره یه روز میفهمی که من تو رو دوست ندارم. ولی من تو رو دوست دارم. نجات، من میخوام با اتوبوس برم. بچه نشو. خیلی خوبه، فقط مواظب باشین برچسب‌ها رو کج نزنید. فهمیدی؟ بریکل. سلام دختر خوشگلم. آقای دکتر، مگه تو جشن تولدت نیست؟ این خودم محمودو برسونم پاپا. آقای دکترم که امشب حتما تشریف میارن. بیاین تو دفترم ببینم چی کارا کردین. بیاین. جلوی پدرم خواهش میکنم هیچی نگو. تو که میدونی من نمیتونم بیام. خیلی خوب نیا، اما هیچی نگو، اون عصبانی میشه. من میرم خونه، مگه شما نمیای؟ من یه قرار ملاقات دارم، نیم ساعت دیگه میام. تو برو جونم. دیر نکنینا. خداحافظ پدر. برو قربون شکلت برم. خدا. به سلامت. شما میتونین با شیلا بریم. امروز عضو شما کاملا موجهه. معذرت میخوام، من راجع به یه موضوع خیلی جدی میخوام با شما صحبت کنم. نمیدونم شیلا به شما چی گفته. چی نمیدونین؟ شیلا همه چی رو به من گفته. من و دختر هم مثل 2 تا دوست هستیم. راجع به شما همه چیز به من گفته. نه اون چیزی رو که من میخوام به شما بگم نگفته. من خواهش میکنم ناراحت نشین. میدونین شما خیال میکنین من از اون پدرای کهنه پرستم؟ من میدونم شما چی میخواین بگین. خجالت نکش جونم. راجع به نامزدیتونم هر چی بخوای من قبول دارم. بله. نون تو روغن بچه. یعنی بله. راجع به نامزدی امشب جشن تولدشه. اینم کاداشه. نگاه کنین. اتفاقا امشب مصادف با هرچی شده امشب باید در جشن تولد ژیلا شرکت کنین. خیلی متاسفم ولی امشب نمیتونم در خدمت شما باشم، چون که میدونین دیگه چون که نداره. اصلا حرفش هم نزد. راجع به نامزدیت هم هر چی با ژیلا قرار گذاشتی من قبول دارم. نه موضوع ژیلا نیست. پس موضوع کیه؟ تو چقدر خجالتی هستی. اتفاقا من از همین حجب و حیای تو خوشم میاد. ژیلا باید ازدواج کنه. خب ازدواج کنه. خیلی خب بکنین، من که اصلا حرفی ندارم. با من؟ نخی با بنده. بله تشریف میارم. بسیار خوب، فردا ساعت 5. متشکرم. خداحافظ. من میخواستم گفتی همه چی به من گفتی. بیا اصلا با هم بریم. تو باید اولین مهمون این جشن باشی. بیا بریم. یالا بیا بالا. اگه کسی من خواست بگو رفتن جشن تولد ژیلا. برو.
مسعود خیرش تموم نشده؟ ارا آدم خونه هیلا. ممنونم مرسی. نمیدونم همین جاها بود پاپا. اونجا. خوش آمدی مسعود اینجایی؟ تفریش می‌جوشیدم. چرا گوشه‌گیر شدی؟ تبریک خوش و حالی که فایده ای نداره. حواست کجا؟ ای نه مثل اینکه یه چیزی یادت رفته. اون دیگه اون کادو. آره. بشوره. متشکرم مسعود. هیچ فکر نمی‌کردم برام کادو بیاری. همونجوری به من نگاه میکنیم خب هم دیگر ماچ کنیم دیگه. باری کن. ایبا صدای منیره. چیه؟ چرا گریه میکنی؟ هیچی مادر. اتفاقی افتادیه؟ نه مادر. ساعت 1 بعد از نصف شب تو هنوز نخوابیدی. تو هنوز نخوابیدی؟ با من حضرت من خوابم. ببینم اون 500 تومانی رو اثر بخاری تو برداشتی؟ کدوم 500 تومن؟ پس بیداری برو بگی بخواب خجالت بکش. بس خوابم میخوای مثلا ساعت 1 بیدار خیلی خوب نزدی. فردا میبرم دکتر بهش میگم این مرض نوظهور تو میشه باید یه فکری بکنه. سر پیری به مرض شبگردی دچار شده. شب که دیر میشه. تو کجا داری میاد؟ با من حرف نزن من خوابم. بوری بگی بخواب تا حالا زود تو خواب را بیفتی. من 40 سال زحمت کشتم تا تونستم تو خواب را بیفتم. یالا اینم عروسکه. اینم ساکت. مادر آخه به من بگو چیزی. من مادرتم باید بدونم چیزی. ببینم چیزی شده؟ پای کسی در میونه؟ نه مادر خواهش میکنم برو بخواب. خواهش میکنم مادر برو. نکنه رفوزه شدی؟ نه مادر خواهش میکنم برو بخواب. تو هم بگی بخواب. قربونت برم بگی بخواب. نمیای برستی چرا نمیرم؟ شما جوانه از تیر مدرع عقب افتاد. همه انشالله. من یه پسر دارم که دانشگاه تا نیست. صبح درس میکنه، بعد از ظهرم 2 ساعت کار میکنه. ماشاءالله ماهی 1000 تومان حقوق بگیره. سر ساعت 8 شبم اومدی جشن تولد من. به اصرار پدره. این کادرم به اصرار پدرم دادی. این کادر برای من خریده بودم.
خیلی خوب، پس ببر بده به منیر عزیزت. برو دیگه از اینجا ولم کن. قطع این پسر رو بدون سرکار. پس چی؟ من به وجودش افتخار میکنم. ما دار و ندارمون به یه پسر پاسبان هست. چرا خاموش شد؟ نکنه دزموزی اومده باشه تو خونه. تو برو کنار، هر کسی اومد توقیفش کن. برو. چش. کجا از این طرف؟ مسئول تویی؟ بله سلام. سلام و زهر ما. آقازاده که تعریف شروع. آره همینجا وایسا، من دکترم با این پسر صحبت دارم. من واسه تو خجالت میکشم. یه عمر با آبرو زندگی کردم، حالا پسر خودمو باید من توی مرکز فساد ببینم. توی خونه چیکار میکردی؟ جشن تولد رو دعوت داشتم. جشن تولد تا 2 بعد از نصف شب؟ مادرت حق داشت که اصرار میکرد باید زن بگیری. خیال نکن چون تو فامیل 2 دفعه بهت گفتن دکتر هر غلطی دلت میتونی بکنی. من 30 سالم بود یه شب دیر اومدم خونه از اون دوره گذشت. ما هیچ وقت حرف همدیگه رو نمیتونیم بفهمیم. برای اینکه شما تو دوره خودتون زندگی میکنی. خفه شو. به خدا هم که میزنم تو دهنت که از دماغت خون باره بسره. وقتی این مادرتو برای من خواستگاری کردن اصلا عقیده منو نپرسیدن. از حالا شما خیلی منت سرمن دارین که عقیده منو میشه. بله البته. یاد کرده. خب پس حرف آخر منو گوش کنید. مسعود، من تا تحصیلم تموم نشه زن نمیگیرم. اگرم بخوام بگیرم دختری رو که شما انتخاب کردین نمیگیرم. خیلی هم اصرار کنین از این خونه میذارم میرم یه جای خودمو گم و گور میکنم که هیچ کس منو نبینه. تو غلط میکنی میری. زن نمیگیری که هر شب بری دنبال حرفه. بله میرم، هر جا دلم بخواد میرم. ساکت باش. پدرتو دار میارم. بابا ول کنین. مگه نباید بری دانشگاه؟ برو پسر جون، برو دیگه بابا. چه غلطای بیجا. یا باید زن بگیره یا من از این خونه بیرونش میکنم. اینقدر اعصابتو ناراحت نکن. من یه دختر خیلی خوب و نجیب براش پیدا کردم. اون دوره دیگه گذشته، با جوانای امروز نمیشه اینطوری رفتار کرد. باید یه کاری بکنیم اینا همدیگه رو ببین. یه وقتی دی همدیگه رو خواستن و خودشون جلوتر. وای میسته. امروز اصلی با مادرش قرار گذاشتن برم خونهشون. تو هم بی با همدیگه بریم. همه جا رو دنبال گشتم ولی پیدا نکردم. منم دیشب همه جا رو دنبال سرکار من گشتم. میخوام همه چیز برات تعریف کنم. لازم نیست. مونیش باشم. نمیخوام. من نمیخوام. این پسره با دختر من چیکار داره؟ این دختره با پسر من چیکار داره؟ خانم چایی بخورین یا خجالت؟ باشه دست شما درد نکنه خانم. خیلی ممنون. متشکرم. منیر جون میوه رو نیاوردی؟ الان میارم مامان. مرسی مادر. ماشالله، هزار ماشالله، مثل یه دختر فرنگی میمونه. کجا میای؟ این فضولیا به تو نیامده، برو کنار. باز میخوای بری آبرو ریزی کنی؟ خودم آبرو رو باز کنی باز بیا بابا تو هم.
سلام علیکم. سلام. به چه پسر خوبی بیام اینجا ببینم. بله فرمایشی داشتی آخه. کلاس چندی؟ من مدرسه نمیرم. آخه مدرسه نمیرم. بله. مامان پاشو برو رو مبل بشین. چی کارش داریم خانم جون؟ آخه مزاحمتون میشه. نه خیر مزاحم نیست. خب شما چند سالتون آقا کوچولو؟ من 28 سالمه. 28 قابل نمی‌کنم. مولک خانم این بچه شما دریای نمکه. میگه 28 سالمه. راست میگه اعظم خانم، قدش کوتاه مونده. بچم 28 سالشه. نه چه؟ با خاک به سرم خانم که چرا زودتر نگفتین؟ پس باید با این آقا یه جور دیگه سلام علیک بکنیم. بله بفرمایید. خب حال شما چطوره؟ من دوست قدیمی مامان شما هستم. ایشونم شوهر من بفرمایید هستم. کارت ویزیت بنده به پایین دسته نداره. من تقاضا میکنم بفرمایید. از آشناییتون خوشبختم. منم همین چوستم خیلی. خب مولک خانم جون بریم سر صحبت خودمون. اگه اجازه بدین بچه برم بیرون بهتره. بله. مامان با من کاری نداری؟ نه جونم. خب پس با اجازه شما خواهش میکنم. مملی قرار شد بچه برن بیرون. بله قرار شد بچه ها برن بیرون. من که بچه نیستم. من 28 سالمه. من حق رای دارم مثل همه مثل خود شما. بله خانم راست میگه. هرچی باشه برادر عروس خانم باید در این بحث شرکت کنه. منو رو میخوان شوهر بدی؟ بله خانم برای پسرشون اومدن خواستگاری. خانم مطمئن باشین دوماد خیلی خوبی گیرتون اومده. البته خواهرم خودش دوماد داره. چطور مگه؟ هیچی همطور علکی یه چیزی پروندم. خب مولک خانم جون آقا تشریف نیاوردن. والا نمیدونم چرا دیر کرده. حتما گرفتاری براش پیش اومده. حتما. آخه آقامون یه بنگاه معاملات ملکی داره و 10,000 تا مشتری. دست تنها هم که هر بعض دستش میکنه. خانم قیافه آقاتون خیلی به نظرم آشنا میاد. این عکس مال 20 سال پیشه. دوره جوونیشونه. امروز که سعادت نداشتیم خدمتشون بده. اختیار دارین خدمت از ایشونه. خب آقام که تشریف نیاوردن ما با اجازهتون مرخص میشیم. ایوا به این زودی تشریف دارین. الان 2 ساعت که در خدمتتون هستم. خب پس فردا ساعت 4 منتظرتون. انشالله. عروس خانم البته تشریف میارن. حتما. آقا کوچولورم معذرت میخوام آقا رو با خودتون بیار. باشه چشم. خداحافظ شما. نمیگفتم من میومدیم. مشرف فرمودین. خداحافظ شما. به سلام. مانیر مرحمت خداحافظ شما. خیلی لطف فرمودین. مرحمت خواهش بفرمایید. به سلامت. حمله به سوی شیرینی. خیلی خوش آمدین. میگم که دختر خیلی خوبی بود من خوشم اومد. جدا دختر نازی. بچه کار از خودت نیست. کادون که از خودت به زمین حناق میگیری. بهش میگم نرو تو اتاق آبروریزی میکنه. میگه این فضولیا به تو نیومده. جلو شکم کارت خوردهشو نمیتونه بگه. مغزم میخواد. چیز عجیبیه. مگه آدم زنه برای شکمش میخواد. اینقدر میزنم تا بمیز. چون ترکیب دو برم. به تو میمونه رو داره. تو خونه آدم اینجوری کار کنم؟ غلط بکن. خواست هرچی شوهر بیزارم. من زن نمیگیرم از هر چی زن بیزارم. با من کار نداشته باشی که من اصلا بیارم. کسی با تو کار نداره. همه میدونن تو بیاری. دختر جون پسرشون دانشگاه میره. من از هرچی پسر دانشگاهی متنفرم. نمیفهمم چجوری بهتون حالی کنم پدر. من خودم نامزد دارم. اون دخترای کلفی که تا نصف شب باشون شب زنده داره میکنی به دردتون نمیخورم. مادر نمیدونی که دختر نازنینیه. اگر ببینیش خودت با سر میدوی. دختری که شما بپسندین برای خودتون خوبه من نمیخوام. پسری که شما بپسندین واسه خودتون خوبه. من نمیخوام. نمیخوام. اون که دعوا نداره. من میخوام. من نمیخوام. تو غلط میکنی. با زازهای خود چه قاطی مرکبات کرد. ببینم میخوای سن نشیری جاغوز بکردی هر شب بری یللی تللی دوی بردست بشم مسیح خونه. چند دفعه بهتون توضیح بدم. من نمیدونم چرا اینقدر من پیله میکنین. گمشه دیگه. خسته شده. من میدونم این چرا نمیخواد شوهر کنه. بگم بگو. بگو من بگم. تو خیابون با یه پسر ژیگل دیدمش.
خواسته بود زیر سرت بلند شه. اون دختر رئیس کارخونه‌تون بود. اون دختره که تو خیابون دنبالش افتاده بود چی؟ وای خاک به سرم نصیب نشه الهی. تو خیابون دنبال دختران بیفتی مادر جون. من وقتی میگم دختر باید 16 سال شوهر داد واسه همینه دیگه. همین آقایی که امروز اومد قربونش برم الهی بدینش برداره ببره دیگه. قرار دختره با پدر مادرش پس فردا بیان اینجا. تو یه نظر نگاش کن، اگه خوشت نیامد نگیرش، این که دعوا نداره. حالا تو یه نظر این پسره رو ببین، اگر نپسندیدی زنش نشو. نمیخوام. به خدا اگر بازم بگی نمیخوام هم میدونی مادرش با من همشاگردی بوده، زن نازنینیه. پدرتم اونو شناخت، میگه آدم خیلی خوبیه. من کی گفتم آدم خوبیه؟ عکسش به نظرم آشنا اومد. خب حتما باید همشاگردی چیزی بوده دیگه. شاید قیافش یه خورده به نظرم زبل اومد، اما به ظاهر نمیشه قضاوت کرد. خیلی اصلا قیافه دزدا رو دارن، اما آدمای خوبی هن. باهات کار دارم. اینجا برای من مهم نیست کجا، یه دیگه میشین اینجا با هم صحبت میکنیم. فکرت اون روز که تو خیابون دنبال من اومدی آبروریزی کردی؟ همینجا بشه. پس بذار یه چیزی رو بهت بگم. چی؟ امروز برای من اومدن خواستگاری. پدر و مادرم به زور میخوان منو شوهر بدن. خب تو چی؟ موافقی؟ نمیدونم. یعنی چی نمیدونم؟ یعنی نمیدونم. چی نمیدونم. خب این احمق که اومده خواستگاری شما کی هست؟ یکی مثل شما. خانم میخواد شوهر کنه. چی میگه آقا اینجوری وایسادی؟ برو یه چیزی برد بیار دیگه. اومدم بستمو بخورم. منیر میخواه بگید دیگه منو دوست نداری؟ چرا جواب نمیدید؟ حالا جرأت داری بگو دیگه. پس چرا گریه میکنی؟ فکر میکنم تو دیگه منو دوست نداری. چرا این فکر رو میکنی؟ بدبختی من اینجاست که نمیتونم به پدر مادرم بگم یه پسر دیگر رو دوست دارم. خیلی خب من این مشکل حل میکنم. یه سال دیگه عروسی کنیم. حالا جلو میندازیم. امروز چی؟ میری خواستگاری دختر؟ آره ولی خاک بر سر اون دختره. به خاطر مادرم مجبورم برم، اما یه کاری میکنم که تا آخر عمرش از شوهر کردن پشیمون بشه. چطوره؟ همش تو فکر پاسبانم. زود باش همونی میاد خودمون رو حاضر کنیم. برو چند شاخه گل بخر بیار. خوب مونی کجا رفته؟ چه میدونم، رفته بیرون چیز بخره، الان پیداش میشه. برو یه دسته گل ارزون بخر زود. اینقدر من میفرسته بیرون تا بالاخره این پاسبانه منو بگیره. سلام آقا. فرمایشتش سلام. آره جناب. ببخشید بله. این سبد گل چنده؟ 50 تومن قربان. بزرگترش نداری یا گرونتر باشه؟ چرا قربان؟ تو زیر زمین. خواهش می‌کنم بیارید. خوبه همین خوبه. ببخشید آقا این سبد گل فروختی؟ نه خیلی میفروشم خانم. قیمتش چنده؟ خوبه. چون شما مشتری هستی 50 تا. که همین خوبه. چطوره خوبه؟ بذاره تو ماشین. خوبه آره. همین رو میبرم بذارش تو ماشین. میذارمش تو ماشین الان خانم. سلام. سبد گل می‌خواستی؟ شاگردتون برد تو ماشین. آره شاگردتون برد تو ماشین. شاگردم؟ بله همین الان بود. شاگرد ندارم. وایسا بیام. آی پاسبان دوز بگیرش. چیه؟ سبد گل منم ازش در رفت. چه خبر شده؟ از اون طرف رفت. چه ریخته بود خانم؟ قد کوتاه موهای فلفل نبود. چشمای ریز و هیز. بله همین از اون ور. از اون طرف رفت. از اون ور. بله. سرکار جون. سلام آقا. نگاه بفرما. چی شده؟ در تخمه یه نفرم. از این ور برو شاید بتونی پیداش کنی. میخوای از اون برم؟ از این برم. جوان نمیکنم از اینجا جلوتر رفته باشه.
اگه تا صبح شده همینجا وای میسم تا گیرش بیارم. شما بپر در خونه ما به خانم بگو فلانی سر راه یه کمی گرفتاری پیدا کرده. یه خود دیر میاد. آخه مهمون داره. ارزون خرید. چهار شاخه گل بس بود. حالا همین ببین چقدر ارزون خرید. آره تو بمیری مفت خریدی. بابا سخاوتمنده دیگه. حالا تو گل به سینت نزنی نمیشه؟ آخه خواهر جون آدم وقتی میره خواستگاری باید خودشو بسازه گل کاری کنه. ما خواستگاری نمیریم. اونا اومدن خواستگاری ما میریم بازدید پس بدیم. لباس منیرم پروف میکنیم و برمیگردیم. پس خواهر دومات چی؟ دومات خواهر نداره. نداره پس منم نمیام. بابا مگه قرار نشد یه دختر بده یه دختر بسینی؟ چرا جانم؟ پس چرا ما میداری زیره؟ راست میگه بچه پس منم نمیام دیگه. چرا نمیام؟ یاد کتو بپوش منیر تا یادت نرفته پشت پارچه رو بردار. اینقدر ادا نیار کتو بپوش. به درکم اینجا بمون. اینو نگاه کن با یه من اصلم نمیشه خوردش. یالا بجام دیر شد. را بیا ببینم زود باش. ماما من بهتون گفتم من نمیام. هر غلطی دلت میخواد بکن من چیکار کنم؟ الان آشپزخونه رو آتیش میزنم. چت شو؟ ایچی ندیم به سبد گلات دستم بیاد. داد و بیداد. والا به بند منزلتون گفتم فلانی دیر میاد. نمیخوام اینا منو ببینم فهمیدی؟ ما قراره که با اینا بساط کنیم. برم میرم منزل ماهره. من خودم دعوتشون کردم سر بگم. کجا میری؟ الان میام. رفیق دست چپه. میدونم خانم من این خونه رو خوب میشناسم. دهنتون شیرین کنید. مرسی صرف شد ازم دست شما درد نکنید. ازم خانم بله آقاتون تشریف نیاوردن. یه خود گرفتاری پیدا کرده خدمتتون میرسه. خدمت از ما. اگه اجازه بدین اندازه لباس منیر خانم رو بگیرم. بفرمایید خواهش میکنم. اجازه ما هم دست شماست. منیر جون پاشو برو تا ازم خانم اندازتو بگیره. پاشو مادر خجالت نکش. یا من کارشو بکنم. نصف کام به درد بخوره. ماشالله که هیکلی این مانکنا میمونه. دستتو بالا بگیر. مرسی. خانم این پارچه من دامنیه. من تمام اندازه هاتو میگیرم. بالاخره یه روز لازم میشه. شایدم بینه. بله این پیرهنه برای دختری که از دوستان دوخته بود. دست شما درد نکنه. چه قالب تنیه. مامان مبارکت باشه مادر. مادر مولیک خانم دیده. من مسئول پسرم. مولیک خانم دومات رو میپسندین؟ البته عروس و دومات باید همدیگر رو بپسندن. ما چی کاریم؟ مخلوق جون نمیدونی چه دختری. خدایا چی کار کنم؟ ببینم چیکار میکنن؟ هنوز هیچی. ظاهرا مثل که ما باید همدیگر رو ببینیم. بله. پس چرا پای موشک بازی در آوردی؟ اختیار دارین آقا. من دارم لباسمو عوض میکنم. ازدواج ندارم. اگرم بخوام با دختری که دوستش دارم ازدواج میکنم. حالا متوجه شدی خانم محترم؟ شما که هنوز منو ندیدین. بلکه از دختری که دوستش داریم بهتر باشم. چی کار میکنن؟ به هم نزدیک شدن. چی؟ نه چی فکر کردی؟ یعنی پروی هم وایسادن. شما حتی یه عشق تو زندگیتون داشتی. میفهمی که چی میگم مگه نه؟ آره. چرا با هم پسری که دوستش داری ازدواج نمیکنید؟ آخه بازم
عاشق خب با این شدم. دومی ازدواج کن. این دومی منو دوست نداره. کیه؟ کجاست؟ میخوای من باهاش صحبت بکنم؟ آره همینجا وایساده پشت همین پرده است. من عاشق شما شدم. دختر چرا خودتو نونور میکنی؟ چه کار کنم؟ کار دل دیگه. میخوام 70 سال کار دلت نباشه. بین من همیشه آرزوم این بود که شوهری گیرم بیاد که منو کتک بزن. تو ببینیم چی بابا هنوز هم دیگر رو ندیدن. من با تو ازدواج نمی کنم. چرا میکنی؟ نمیکنم. از پشت اون پرده بیا بیرون ببین من چه ریخت عوضی دارم. کج کولم یه وریم از همون لای پرده نگاه کن ببین چه ریخت ایکبری دارم. دیگه بیا بیرون نگاه کن دیگه مثل بوزیم مثل انترم. جایی پرده پاره شد مهم نیست. دلشون کن بیرون دیگه. نگفتم این لیلی و مجنون ازم به خدا تو جادوگری. تا یه هفته دیگه عقدت میکنم. تو یه هفته دیگه؟ دیره؟ خیلی خوب پرده. تبریک بهت میگم من. خیلی ممنونم. خب بچه‌ها فردا جمعی میریم عروسی من. بچه‌ها فردا عقد میکنیم. یه مجلس خصوصیه برای عروسی. نمیشه جون غیر ممکنه ما باید سر عقد حاضر باشیم. بچه‌ها استاد کجا؟ لندن. شایدم برای همیشه بمونم. چیکار میخوای بکنی؟ نمیدونم. در هر صورت برات آرزوی خوشبختی میکنم. ژیلا اگه دعوتت کنم میای؟ آره. مامیر ناراحت نمیشه؟ ما با هم صحبت کردیم. حتما بیا. باشه. خب خدافظ. خدافظ. با امید دیدم. خوشگل شده. نادتو بده که صابون بزن میخوام برم. تحلیل فراش میکنیم. نه بابا افرون دخترمه. مبارک ایشون. بفرمایید اینجا بشینید. کنون دارن ایشون. شگون داره میشه. پس شگون شما برابر شد. واسه اینکه منم باید برم کنون. شاید کنون دختر آقا دعوت داریم. نه بابا کنون پسر بزن. مبارک انشالله. قربون شما. مال شما مبارک. برید اینا. این طرف هم بزنید. اصاب بریز. بله. این صابون قربون دست. اون صابون رو صابون. آجورم. این قربون شما. خیلی ممنون. آب برسونیم بابا. بله. بله آب. بوسا آب بریز. آوردم. بابا طاقت داشته باش. این هم بریز دیگه. جاشنه. صابون. آقای آخوردن جلو شد. بیار خوردن رو. خوش. بیار خوش. خوش بیار. آبی ریز اصلا. بیار این آقا. دست شما درد نکنه استاد. در شما درد نکنه. خب بس دیگه بیرم که. بفرمایید به سلامت. قربون شما. به سلامت. مشرف. خوش بیار. آب برسونم. خوش. خوش بیار. در شما درد نکنه. سب کن اول تو جمعیه این خوشگواره خوشگواره خوشگواره
عافیت بشید. قربون شما. ببرید. آخه چی کار کنیم؟ دلم شور میزنه دومات نیمد خیلی دیر کرد. حتما خیاطی شروع بوده. عالی شد. اینو میگی؟ بله خیلی خوب شده. یه هفته معطل کردی تازه درست خوب شده. حسین زود داشت من عجله الان تمام میشه. بابا تو وقت گیر آوردی. ای پسر بپری هولا بگر مداتقی سوید کمپریس بود. الان میام. خوشی خانم جان، خوشی جان. داد نزن یه وقت به عباس آقا خبر میده خون نگاه کن رو این میفته. شب میخوام منزل عتقی دل به دریا بزنم و از تو خواستگاری بکنم. تنها کاری که میکنی عباس آقا سر حال باشد. اونش با من تو دلو به دریا بزن. چشم این دلو به دریا زده. سلام زرگا جان. سلام علیکم. بیا من کار. تو فرما صابونه بزن آمدم. خیلی خوب. بسر برو استاد خبر کن بیاد من کار دارم. تو چشم. او پس چی؟ داریم ها صابون مالی کنیم یا نه؟ خب برو صابونه بزن آمدم دیگه چنی بیورزه است. اگه بدن عروسی که مزهی داره به مرگ تو عالی میشه. میدونم. دوتایی میریم ماحصل توی بیابان روی اون درختا نردوز قاسمی که مزهی داره. ولی اول باید بری از برادرم خواستگاری کنی. اون که باید. حسین آقا آمدم برر. خودبی نباشه بشر جون. مجه ریش میده. هنوز که ناقصه. شما درست میگی. آقا جون چرا معطلید؟ یه ساعت اینو تمام کردی هی پاره میکنید دوباره کوک میزنید. بس دیگه. من این لباسو تا یه ساعت دیگه لازم دارم. وقت نمیخوام بگیر مال خوده. خوشید خانم روش بهش تو ولش. حسین آقا تمرستر من کوتاه. خیلی برو آمدم. گوش میدی من خودم حبس کردم امشب باید سر تلگرسن درست کنم. میدن یا نه؟ میگی مگه شما سلمونی زنانه دارید؟ بله ما خودم زنانه دوزی دارم. خود جانم اگه عباس آقا بفهمه که خون را میفته. گوش بده کرکره میکشم پایین هیچ کس نمیفهمه. با درستی سبی سرت درست میکنم. قربان تو برو دل نزوگم. بالاخره گیره تو بردم. اما حیف که بری سر بالایی. امروز دارم قول میدم فردا خودم بیام کلانتری. به خدا خسته شدم سرکار. نفس افتادم. تا نگیرمت برکار نیستم. شانس برده که پاراپلامم پیشم نیست. یا خدا برگرد سراسره بره. جفتمون خسته شده. سرکار هر دومون خسته شدی بذار واسه فردا. من امروز یک کار واجبی دارم. واجبی داری منم دارم. یه کوک دیگه بدنم. چی کار میکنی آقا؟ سوزنم فرو کردی تو تنم. چه بویی مثال بوی بهشت. کجاست؟ کجا در رفت؟ بگم کجا؟ تو اینجا چی کار میکنه؟ مثلا همینطور علاف در میره. هی پاره میکنه دوباره داره در میره. کلش کن میبرین بیا. مال من بیا. در رفت. بیا. چی در رفت؟ بیا. دیر شد. دیر شد. کاتت در آقا بدارش بیا. بیا. آقا منزل آقای تقیاهو کجا؟ چیکار داری خانم؟ عروسی دعوته. من خودم تقیاهو هستم. چه تصادفی چرا میدونی؟ آهو شدم که بودم. بفرمایید سوار شید. شاید کنم میگرده سوار شم. خسته شدم. با اجازه. خیلی خوشحالم. متشکرم.
پدرم اومد. بابا کجایی مامان دل واپس شده؟ این پسرمه. چه پسری بفرمایید خانم. بابا این خانم فامیل دوماده. آره آقا جون، من فامیل داماده. آخه آی مملی چیه پایین مزاحم خانم نشو. نه آقا چه مزاحمتی، این وزنی نداره طفلن. باله چه وزنی دارم؟ دلت میخواست من فامیل داماد باشم؟ چجور؟ بیا پایین پسر یه خورده بذار من برم بالا. میگم که یه ماش به من بدی بهت میگم. خوشت من. آقا این بچه شما خیلی خانم این بچه ریزی خرج کرد. بیا پایین. الان میگه 28 سالشه قدش کوتاه نمیده. بزن. بابایی مالا تو نبوده همیشه خواهش می‌کنم بفرمایید. میخوام بخورم. اگه دامادم منو بخور. بابا چه جایی دارم جاز خالی. خانم جون من در جای دیگم باید عرض جاری کنم. آخه این که ورد میشه. اجازه بدین الان میرم، یه دقیقه دیگه صبر کنید. ای بابا سلام خانم. کجا بودی سلام؟ جلو مردم آب و ریزی نکن بعدم واسه بگم. سلام. قربون تو دختر برم تو لباس عروسی مثل فرشته شدی. ماشاءالله. سلام. آقای ما چیزی ببینید میگم. چکرم. مسعود جان آمدی؟ پس بابات الان میاد الان میاد. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. حالتون چی کردی؟ بیا باید کنم. مبارکت باشه انشالله. نه چیز مهمی نیست. ناراحت نباش. چیه؟ شما میذارین من ماچتون کنم؟ این بامونه این برادره چقدر کیزه. آره فقط یه خورده ریزه. این برادرته؟ سلام علیکم. من با شما دست نمیدم. چرا؟ برای اینکه خواهر ندارم. داماد که حاضره، بندم که پدر عروس هستم، پدر دامادم تا شروع کنیم. خب بچه‌ها بفهمید انگوش خیلی خوب تا آقایی یواش سرش فشار نده بکنم چی کرد. خوب شد. من برم خودمو به پدر داماد معرفی کنم بیارمش دفتر امضا کنم. همین اصله. باشه. پس چرا شما نمیزنی؟ دارن سازشون رو کوک میکنن آتش. اینا که یه ساعته دارن کوک میکنن بابا معده سیاه کرد. خدا واسه گرمش میکنم آتش جون. ببینم آدرس کجاست؟ خیابون سیروس 2-0 نصف شب. عاطفه جان جریان یادت نره. قربان تو برم. وقتی این مطلب باشه یکینو کوک میکنن آجال من ریشیش میشه. عرضم بزرگ سرکار پدر خدا بیامرز من میگفت هر وقتی متروب خبری میکنی 20 تومن زیادتر بده که ساز و منزل کوک بکنند. خوشمزه نبود؟ این مجه کیلو بفرمایید. حالا میایی؟ ببینم خدا مرگم بده. باز که درجات شکافتی آبروی منو بردی. من به اینا گفتم شوهرم استوار یکه. تو بی خود کردی گفتی. بیا ببین چه عروس خوشگلی آوردیم تو خونه. واه واه انشالله به پایه هم پیر شن. خب ما کجا رو باید امضا کنیم؟ قربون دستت برم همین بغل بخواه. هم پایین. میخوان عقد جاری کنن. هنوز پدر عروس و پدر دوماد هم دیگر رو ندیدن. امروز روز اصل کار پسر دخترن که هم دیگر رو ببینن. میلم جون ما جز قاضوراتیم. بیا بریم به پدر عروس معرفیت کنن. بیا کجا رو امضا؟ همینجا رو امضا بزن. شب مبارکه. یه ماش. پس رقاص تو کجاست؟ رفته لباس عوض کنه. خوش آمدید. مشرف فرمودید. منزل خودتونه. خیلی خوش آمدید. خوشیم کارو ایشالله عروسی شما با حسن آقا گیلانی. اکسی ایشالله. این تو ببینم
الهی که خوشبخت بشی اینم پدر عریس، پدر دوماست. تو اتاق خالی آقا نشسته. الان میرمش که با شما آشنا کنم. ممنونم. ببین چی میگم، تو باید بری پیش اون. آخه تو صابخونه‌ای. بیا بریم. من مطمئنم بریم. آره بیا بریم، پدر عروس منتظرته. ببخشید شما پدر دامادو ندیدید؟ اونم رفتن. بریم. سلام علیکم. حسین آقا پدر دامادو ندیدی؟ با نظرم از این برده حتی تو قرار بود کلک خرم بکنی که بذار اول کلک کار خود من کنده بشه بعد خودی دیگه باره خانم جا برینا بریم خورشید جا واسه درست میکنم. ببینم پدر عروسو ندیدی؟ از این برا بریم. خانم پس آقا کجا تشریف داره؟ الان اینجا بود، داره عقب شما میگرده. اینم حکایتی شده ها. این عقب اون میگرده، اون عقب این میگرده. شما بریم به مهموناتون برسیم. منم با اجازه میرم ببینم. باشه بریم. بابا بس دیگه عروس و داماد باید دارن اونو تا پیش مهمونا باید بریم اونو تا پیش ببینم شما ندیدید پدر عروس کجا رفت؟ بنظر از این بره هنوز پیداش نکردی؟ چرا؟ همینجاست. پس میخواستی کجا باشه؟ همیشه بیساب اینجا اشغال جواب بده برای کی اینجاست؟ بابا جواب نمیدید. منم حسین آقا توی این سرکت 2 ساعت داره دنبالتون میگردی بیا برو دی بابا جان. داده بیداد حسین آقا یه دقیقه بازم کار داری؟ آره هنوز همون نشد. با نظر میره مثل من نانه خمه‌ای خورده. سرکت این اینجاست که همین که دنبالش میگردی. بله چه ریختیه؟ بابا تو هنوز نمیدونی پدر عروس چی ریختیه؟ پدر عروس رو میخوام چیکار؟ پس تو دنبال کی میگردی آخه؟ بیا بیرون بابا من مردم. بیا برو بیرون دی. بله منصرف شد رفت. بیا برو تو. بیا پدر من در آمد. ببینیم شب خواستگاری تمام بکنی. تمام. اتاقی بیا اینجا کارت تو هم توی گیر و ویر وقت گیروردی الان حالش خدا بیا الان بهت احتیاج دارم. وقتش نیست بی خودم اصرار رو فایده. اتاقی من دلم میخواد برقصم. عذاب سلام سرکار. مشروب کنار گذاشته بود دوباره شروع کرد. مگه دکتر بهت سفارش نکرده بود که مشروب برای زخم معده‌ات ضرر داره؟ چرا خودی که اینطور خودتو به در و دیوار بزنی؟ از اینجا برو به کار من کاری نداشته باش. کار جدی دارم. هرچه هستی بیا بیرون. دیگه راه فرار نداری. باشو از ساعتو بنداز. اسلحه گرم ندارم.
سردتو بنداز. چشم. اینم سرد. باشو بلند شو. دست بالا. بالاتر. سرکار به خدا من تقصیری ندارم. همه دوست آدم کشا همین حرفا میزنن. را بیافت. نه یعنی میخوام بگم من مریضم. میدونم مرض دوستی داری. یالا را بیافت. ببینم مگه دکتر به شما هم گفته؟ اگه تو یه دزد کنه کاری منم یه پاسبان کنه کارم. خیال نکن با این چرت و پرتا میتونی از چنگ من فرار کنی. را بیافت. بی آبرو. سرکار من اینجا آبرو دارم. دست بالا. اگه آبرو داشتی دوستی نمی‌کردی حق با خودت چرا من چی شد میزنم. عجیبه اینا یه دقیقه هیچی همون جلوی زنه آبرو بره نمن. همه دارن رقم پدر عروس و پدر داماد میگردن اینا رو. اون وقت پدر عروس و پدر داماد در خلوت میرفتن. پدر عروس؟ پدر داماد؟ زور دادن به هم دیگه. نمیدونم والا. یعنی چی؟ چطور شد؟ این چی شد مولک خانم جون؟ هیچی ولی الله چرا هفتیر دستته؟ هیچی داشت به من یاد میداد که وقتی بخوان دوز بگیرن چطوری هفتیر بکشن. میتونم از خانوما خواهش کنم ما رو تنها بذارن. ما یه خودهی با هم حرف داریم. ما که نامحرم نیستیم. ازم خانم جون ما زنها حرفامونو زدیم بده اینا هم حرفاشونو بزنن بیا بریم. این که قیافه ایه مثل این که دوست گرفته. معذرت میخوام شوهر من بس که دائم تو زندگیش با دزد آدم کشا سر کار داشته قیافش ظاهرا بد اخلاق به نظر میاد اما با خدا قلبش پاکه. بریم. این عروسی باید به هم بخوره. چرا؟ برای این که تو یه دوستی. دخترم که دوز نیست. پسر یه پاسبان نمیتونه یه دوز ازدواج کنه. پسرم تو رو ادبیات پیش. حساب تو با دخترت جداست. تو یه دوستی یه دوست. به منم همینو میگم. حساب منو با دخترم قاطی نکن. امشب عروسی پسر تو با دختر منه. اگه ریزی بشه آبروی هر دومون میره. بچه‌هامون جلوی همه سرشکسته میشه. بچه‌هامون الان هم سرشکسته هستن. منتها خبر ندارن. میشه یه کاری کرد که اصلا خبردار نشن. این دست خود شماست. کلید خوشبختی و بدبختی این دوتا جوان که هیچ گناهی ندارن دست شماست. میدونم. اما اینم میدونم که ولی الله خان باید وظیفه‌شو درست انجام بده. خوشبختی پسرم منو وادار به سکوت میکنه اما انجام وظیفه میگه فریاد بکش آبروی این دزدو ببر. ببین هم فامیل شدیم من چشممو هم میذارم. من یه پاکت با صداقت انجام وظیفه کردم. پدر زن پسرم که سهله. اگه خود پسرم هم خدایی نکرده دزدی کنه میبرم تحویلش میدم. منم ببر تحویل بده حرفی ندارم اما نه حالا بذار این عروسی به خوبی خوشی برگزار بشه بعد با هم میریم کلانتری. قبول اما قول شرف بده که فکر فرار به سرت نزنه. قول میدم. در ضمن از پلوی من نباید جون بخوری. چشم. دستت هم باید تو دست من باشه. این که هست. پسا بیفت بریم. اما صبر کن یه چیز دیگه بوده. ما امروز با هم فامیل شدیم نباید روبوسی کنیم. چرا بیام دیگه رو ببوسیم؟ البته دیارت نمیزنم ولی من مجبورم تحویلت بدم. خودت میدونی که من واقعا دزد نیستم. مریضم دکتر. میدونم این یه چیز روانیه. قبلا هم به کسایی دیگه برخورد کردم که این مرض داشتن ولی من باید تحویلت بدم. خیلی خوب بریم. نشو دست به سلامتی پدر عروس تو باز کفا خیلی مرتب بزنید. من متشکرم. اتاقی تو خدا عباس آقا رو ببر بیرون من میخوام برو تو اتاق برم. تنهایی؟ اتاقی آبوی باشدی. بله آقا ماشاءالله عالی گفت. پدر عروس باید برقصد چون شگون داره. با سلامتی پدر عروس خانم کف مرتبی بزنید. آتاقی بیا بزنید. تو نمیشه بیا واسه تکانی بخوردی. مرد من بیا باید سنگ زمان بزنید. شب عروسی نرفا نیست.
بابا بده برقصی بلش کن دیگه. سرکار جان نوبت شما میرسه. صبر یواش موازی اون موقعی داره که پدر عروس با پدر دوماد با هم برقصن. دستت رو ده به من. ساکت. پدر عروس و پدر دوماد مثل یک روح در دو بدن هستن. این دستبند باعث میشه که هیچ کس نتونه از هم جدا بکنه. دستور من. عتقی میگم ما عباس آقا خیلی شنگول سرحاله. الان وقتشه. تو فکرش هستم. قربان فکر تو برم. عتقی من خوش بینم. بیا تو هم بیا. من میترسم. عباس آقا با اجازه شما دیگه رو حرف من حرف نزدیم. با اختیار دارین آتقی، شما صاحب اختیارین، اما خواهش میکنم از نصیحت کردنش دریغ نکنین. نه دیگه بعد از این شوهرش با نصیحت. بله مبارک این هم میگه که من باید نصیحت بکنم. با اجازه. که بریم. پس یه جوری بریم که کسی نفهمه. پدر چی میگی؟ خیلی معذرت میخوام. یه کار خصوصی با پدرم داشتم. میخواستم یه چیزی از ایشون سوال کنم. پدر زنم مثل پدر خودت بمونه. بگو پس با اجازه شما. اونو دیگه باید از مامانت بپرسی. برو بزن بیبریم. آقا جون میخواستم یه چیزی بپرسم. یه دقیقه بیاین اینجا. ببخشید میخواستم یه سوال خصوصی بکنم. پدر شوهرم مثل پدر طرف پدرت اجازه میدم. اجازه میدم.